برای بیماری MS و راه درمانش پرسیدن. MS رو بیماری سرد جسمی تعریف میکنیم که مشکلات روانی بهش اضافه شده. غذا رو تغییر بدید به گرمی، به خصوص شامگاهان غذاهای گرم میل کنید که یه غذایی که مناسب احوال همه از همه جا به وفور وجود داره، ارده با شیر انگوره. حداقل 3 تا 5 وعده غذاهاتون حالا یا به شکل صبحانه یا غذای دیگر از ارده با شیر انگور استفاده کنید. استشمام عطر کنید که روانتون گرم بشه. و از مجموعه کسانی که ازشون گله دارید اینها رو ببخشید. و جوشنده استقدوس سنبلتیب این زداینده فضولات روانی است. اینو درست کنید. حالا داروش هم درست شده. گلش اینه، استقدوس سنبلتیب میگن جاروگر مغز، یعنی مجموعه تفکرات زائد رو مزاحم رو پاک میکنه. به نتیجه میرسید و بادکش کتف و کمر خیلی مؤثر و مفید در این زمینه. میتونید با سرعت خیلی زیادی برگردید به شرایط عادی ان شاء الله.